این موجود عجیبی رو که میبینید این روزا حسابی در سرتاسر دنیا در موردش صحبت میکنن و باعث شده خیلی ها رو به ترس و نگرانی های زیادی بندازه و در موردش تئوریای عجیب غریب گفته بشه. تئوریایی مثل این موجود از آینده اومده و حامل یک خبر بده. یا این پرنده یک موجود فرازمینیه و چرا باید برای سال 2027 بهش اشاره بشه؟ مگه قراره چه اتفاق خاصی تو این سال بیفته؟ آیا قراره طبق پیشگویی‌ها و گفته‌هایی که شده نسل انسان با جنگایی که در این سال به وجود میاره نابود بشه؟ اگر شما هم کنجکاو شدید بدونید داستان و تئوریای این موجود عجیب چه چیزایی هستن، تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. این ویدیو در تاریخ 12 سپتامبر توسط شخصی با نام کاربری درفکس در پلتفرم تیک تاک آپلود شد. محتوای این ویدیو شامل یک پرنده غول‌پیکر با قدی حدود 2 متر با چنگال‌های بلند و مقداری دراز به نمایش گذاشته شد که سریعا وایرال شد و 1,400,000 نفر بازدید گرفت. و درفکس عنوان این ویدیو رو پرنده غول‌پیکر عجیب ثبت کرده بود که در قسمت توضیحات این ویدیو با جدیت نوشته بود که این پرنده در اشتباه قطب جنوب توسط دانشمندان کشف شده که کاربران سریعا واکنش نشون دادن و کل سوشال میدیا با سوالاتی مثل واقعی بودن این پرنده عجیب یا این چه موجودی هستش روبرو شدن که هیچ جواب قانع کننده هم پیدا نکردن و جو تیک تاک به دلیل ظاهر ترسناک این پرنده و داستان عجیبی که پشت سر داشت حسابی متشنج شد. اما درفکس بازم ویدیوی پرنده رو در تاریخ 22 سپتامبر آپلود کرد. این دفعه این پرنده کنار یک انسان ایستاده بود و در این ویدیو یک هشتگ خاصی مثل ویدیوی قبل با نام AI Art وجود داشت که ظاهراً کسی توجه به این هشتگ ها نکرده بود. این با درفکس در قسمت توضیحات این ویدیو نوشته بود دانشمندان با این پرنده که با اسم اوپیوم برد شناخته میشه ارتباط برقرار کردن که این کاربر بعد از حسابی وایرال شدن این ویدیوها اعلام کرد این پرنده یه موجود خیالیه که توسط هوش مصنوعی ساخته شده و وجود خارجی نداره و طراحی این پرنده حاصل توهم یک فرد تریاکی هستش که من ازش الگو گرفتم. اما قبل از اینکه درفکس با کلی جفسازی که کرده بود اعلام بکنه این موجود واقعی نیست، کاربران ویدیو این پرنده رو در پلتفرم‌های دیگه مثل یوتیوب، ردیت، اینستاگرام و ایکس انتشار داده بودن و باعث شدن این ویدیو حسابی وایرال بشه و در موردش تئوریای عجیب غریب ساخته بشه که باعث وحشت و ابهامات بیشتری در سوشال مدیاهای دیگه هم شد که در کامیونیتی فارسی هم شاهد این ماجرا هستی. و تئوری که در مورد این ساختن به این نحو بوده که این پرنده از آینده اومده و حامی یک خبر بده. کاربران دیگه هم میگفتن این از موجودات از یخبندانه و ممکنه بعد از قرنها از یخزدگی نجات پیدا کرده باشه. اما کاربر دیگه ای در ردیت اظهار نظر کرد و گفت این میمه سال 2027 هستش و خود درفکس هم بعدش اشاره کرد که این یک اثر ساخته شده توسط هوش مصنوعیه و چیزی جز یک میم برای سال 2027 نیست. اما سوال اینجاست که چرا به این سال خاص اشاره شده؟ که من بازم در موردش تحقیق کردم و تئوریایی که در گذشته مشابه این میم بودن رو مرور کردم و به یکی از آشناترین و معروفترین میم‌ها که کلی تئوریای خاص و جنبشایی رو به خودش اختصاص داده برخورد کردم که با نام پپه شناخته میشه و در سال 2005 توسط مدفوری در کامیک بویز کلاب ساخته شد و در سال 2010 شخصیت پپه به نمادی از جنبش راستگرای آلترناتیو بدل شده. اما در سال 2016 اتحادیه ضد افترا پپه را در قوانین سازمانیش نماد نفرت شناسایی کرد، ولی تاکید کرد که بیشتر کاربرد این شخصیت در راستای نفرت پراکنی نیست. همچنین پپه در اعتراضات 2019 هنگ کنگ نماد آزادی و مقاومت معترضان هم بوده. اما پپه به اینجا ماجراش ختم نشده و سرانجام تبدیل به یک رمزارز بسیار محبوبم در ارز دیجیتال شده. حالا نتیجه‌ای که ما میگیریم از این تحقیق امکانی مورد هست که این اوپیوم برد در آینده با معروفیتی که پیدا کرده تبدیل به یک رمز ارزم بشه. البته این فقط یک نظریه طبق تئوریای قدیم میوه‌های معروف مثل پپه، شیبا و دوجه. شاید همچین اتفاقی نیفته و فقط در حد یک تشنج کوتاه مدت در فضای مجازی باقی بمونه. اما در هر صورت این پرنده فقط یک اثر هنری از هوش مصنوعی هست که توسط هوش مصنوعی میدجرنی ساخته شده. و تصاویری که در این ویدیو مشاهده کردین خودم توسط هوش مصنوعی میدجرنی بازسازی و محرک سازی کردم و تبدیلشون کردم به ویدیو.
پس با وجود تمام این دلایل و مدارکی رو که با هم دیدیم متوجه این شدیم این پرنده وجود خارجی نداره و فقط زاده هوش مصنوعیه و تمام این جوابای تشنجی که پیش اومده فقط به دلیل عدم آگاهی دقیق و توجه نکردن به هشتگ‌های این ویدیو بود که باعث شد به راحتی کل سوشال میدیا رو درگیر کنه. اگر دوست دارین بیشتر در مورد هوش مصنوعی و کاربردش هم اطلاعات داشته باشین، من قبلا یه ویدیو هم در موردش ساختم، اون حتما ببینید و دستش ندید. ممنونم که تا این ویدیو همراه من بودین. لطفاً برای حمایت بیشتر این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما زنگوله کنارش رو فعال بکنید که ویدیوهای ما رو در آینده از دست ندید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.